تا حال چراغ کسی خاموش نشده است و از این برمیآید که تا حال خواب نکرده است. خوابم نبود. آخر نمیگویی که بوسه کم رو انتظار هستم زیبایک؟ خواهر خوشروی من. اکا وای. چی وای؟ همه بسیار عصبی اند. مادرم، شما، بیبیم رو روزهای آخر شناخته نمی شود. پدرم باشد کی میداند در آنجا در چه احوال است. من بسیار غمگینم. با من راستش را گویید. بین شما و مادرم یگان مشکلی نیست؟ این از کجا برآمد؟ از رفتارتان درک کردم. آخر من کودک نیستم. کودک نبودنت رو میدونم زیبایک. چیزهایی هست که عقلم قبول کرده نمیتواند. اما در روزهای نزدیک حل می شود. اوه، خیریت کودک نبودنم رو درک کرده اید. اکنون وقتی خواب شد خانومی خوردکک. گپ نزده خواب کن که دیر شد. خوب شده است. تو را دوست می‌دارم. شب خوش. نیلگون. صبح بخیر. صبح بخیر. خدا یارت باد. سلامت باشید. او با کار خانه تمام نمی شود. گوش کن، با تو یک چیز گفتنیم. من 1-2 ساعت کار دارم. صاحب خانه سراسیمه بوده است. با من یاری نمیرسونی؟ نه، امروز کمی کار دارم. شاید لیلی بیاید. او را نیز میپرسم تا بازدید. خیر. خدا یارت باد. ایبا، رقمت را مخفی کرده به نیلگون زنگ زن. خوب شده است. زنگ می رود. لبای نیلگون، کامل، چه حال داری؟ فکر میکنم که سرگاه ناراحت نکردم. نه بیدار بودم. چه حال داری؟ خوبم. به شما یک خبر داشتم. امروز آزاد میشوم. چی؟ آزاد میشوی؟ امروز؟ بله. با آزاد شدن قرار دادم. 1-2 کار دارد. بگاه ساعتی 4 یا 5 میبرم. خدا رو شکر. خدا رو شکر. فهمو، ما با پیشوازت می آییم. نه شما آواره نشوید. من خودم می آیم. چه خیلی لازم نیست. ما می آییم. فهمیدی؟ فهمو. تا بازدید. خدا رو شکر. تبریک میکنم. خدا رو شکر. شکر به آخر که پدرتان آزاد می شود. آزاد می شود. 1 دقیقه. 1 دقیقه. 1 دقیقه. مادرم از خرسندی به فکرم عقلش را گم کرد. خانم عایشه صحبت کردی؟ دوگانت همراهت به کار می رود؟ لیلی؟ نه، شوهرش اجازت نمی دهد. فهمو، من می آیم. از راستی؟ چند پول می دهی؟ صاحب خانه باید 200 لیره می دهد. من باشم با تو 50 لیره می دهم. فهمو 2 دقیقه مرا انتظار شو. الو؟ سلام مرد. برایت خوش خبر دارم. امروز پدرم را آزاد میکنن. تو چی ها میگویی؟ بسیار خرسند شدم. امروز ساعت 5 برای پیشوازی پدرم میرویم. خواستم خبر دهم. شاید همراه با چیچک برای پیشواز میآیید. البته حتما میآیم. ساعت 5 منو چیچک. تو چه حال داری؟ ببخش، زنگ زده حال پرسی کرده نتوانستم. خوب هستی؟ کوشش میکنم که باز خوبتر شوم. با تو چقدر تشکر گویم هم کم است. هیچ گپ نه. خیرت که همش گذاشت. حسرت، من از تو یک چیز پرسم. تو با تاریخ حیوان چه خیل شناس شده؟ چه خیل با او رابطه پیدا کردی؟ من آیدی موسیقی یک لایحه داشتم، اما این را قادر نمیداند. اگر این در بین هر دوی ما بماند خرسند میشوم. البته. خانم سوزن باشد برای مبلغ گذاری شرکت طریق را پیشنهاد کردند. از بس که او شناس مادرت بوده است، فکر کردم که بی ضرر است.
فهمیدم.